آتش از این نیچان میاد میره داخل این پارچ. میبینی؟ بله. پارچمون داخل آب سرده. این نمونشه، یکی مثل این اونجاست. خب جدارش سرد میشه، بخار آب داغ رفت توش. بله مثل بخار آب داغ به همراه بخار گلاب رفت توش. خب به جداره سرد تقطیر میشه، میان میشه، مایعی که کم کم توش جمع میشه عرق گل محمدی. بهش میگیم گلاب. درسته؟ دوباره 30 کیلو گل میریزیم. این دفعه آب نمیریزیم. 60 لیتر از گلابایی که قبلا به دست آوردیم میریزیم روش، آتیش رو روشن میکنیم. این بار گل با گلاب میجوشه. بله بخار عرقش میاد میره میشه درست شد؟ مخونو بلدی میداره عرب دست شما میگیرید دستگاه ما پیشرفته تره. دستگاه ما از یک کندنسورهای برقیه. اینا همه زکریا صبر کن.